دوستان عزیز سلام علیکم. من امروز با شما درباره سیستم تجهیزات آبکشی نساسی ما گپ میزنم که شما هم ممکن از این درس گیرید. حاضر ما ایستادگیم در ایستگاه آبکشی زمین 20 هکتار زمین ما در قبادیان در نزد دریای کوفرنیهان. این دریا است. حاضر دریا بسیار کلان خود ایستاده است چون که بهار است و این رو ما سال 2009 ساختگی بودیم. سال 2009 ساختیم. اول درباره تهکرسی گپ زنم. از همین دیوار قسم پایانی تاگی آب سنگ دیوار است. میرود تا وای دیوار بعد سنگ دیوار همین بیتون ریختگی است. بیتون هم 6 با 5 ریختگی است یا 6 با 6 ریختگی است. اون خیلی بلندی بیتون هم بلند است. 2 متر بلند بیتون ریختگی است. سال 2009 بسیار کارهای وزن رو اجرا کردیم. بعد گذاشتیم اینجا نساس. سالهای اول 2009 نساس ما موتور ما بود 75 کیلووات و نساس ما بود NDV 6 و ما آب کفایگی نکرد. موتورش 75 کیلووات و گردشش یعنی عباراتش 3000 عبارات بود. کسی از کار میبرمد 3000 عبارات و ما بسیار عذاب شکست و ریختش بسیار بود. برای چی 3000 عبارات؟ برای آنکه میلرزاند. درست بهروز میلرزاند. کجا شای کار میبراید اگر که 3000 عبارات باشد بسیارتر اونتا بسیار میخره از اینکه آب شکنه خون بسیار داره. اونتا بسیار میخره سال میکنه کلچاتکا در آب تمام میشه پچیبنیکو در وای کار میبرو عبارات بلند است با اون خود این حال موتور ما 100 کیلووات 100 کیلووات 1000 عبارات ناساس NDV 8 با عذاب کار میکنه نمیلرزانه. چندین سال است دیگه عذاب نداریم. چندین سال است ماسکا میکنیم پیو میکنیم یک سیزن بریم الان یک سیزن کار میکنیم. ساست چنده آب میکشه از دریا توربا 300 برآمدش چی 219 این 219 20 هکتار آب بسه بریم الان کنی درباره نساس گپ زنیم. دوستان عزیز این کلیچاتکاش همین آب آن از همین از همین توربا که اومد از کجا میبیاد؟ اینجا با میگیره خیلی اینجا میتیاد کلیچاتکا اینجا میبیاد اینجا میگیره اینا کجا میرود؟ اینجا میگیره در این موبایل دا میتیاد موبایل نساس اینجا کلیچاتکا اینجا سوراخی ها هسته؟ من از اینجا کلیچاتکا میتیاد اینجا حوض میکند. از همین حوض کلیچاتکا میگیرد و بایو دنگالا میکنه بالا همین کلیچاتکا میکنه اینا آب میگیرد و بالا کلکدا میبرد. یکی نیم یک 700 یا کیلومتر 700 متر دنگالا میکنه قریب 2 کیلومتر 2 کیلومتر برای بالای زمین. من این نساس ولی بالا شما شده وای کردیم یک تعمیرچه کردیم. من این بالای نساس اینجا با من کلین تجهیزات است که بالای نساس رو با حضور گرفته میبریم تال میگویند. اینچنین وقتی که سیل‌های کلان اومد ما همون وقتی که آب کلان اومد بلند شد تو سطح همین موتور که خستنی شد ما همین موتور رو باز با همین تال شویلر این شویلر است که ما پیله میکنیم بالای موتور همین موتور رو بلند میبرداریم تو داخل موتور آب ندراید. نساس آب دراید یکم بالا نمیزند چون که اینجا قسمی الکتریکی ندارد. تو کجا آب میبراید اگر تو همجا آب میبراید سالی که در رو بلند میشن همجا آب میبرم. بعد این شیتای شما تگه آب نمیمونه چی ترش سویت اونجا میکشید ترانسفورماتور اونجا میکشید که اینجا یگان زمیکت نکنه. همدیران عزیز من خیلی کارها هست. من شما اگر کنید با شما مصلحت که نساس هم دید اگر زمینای کلان NDV 8 نصب کار میکند موتوری 100 کیلووات 110 کیلووات باشد زیاد هم باشد لیکن عباراتش 1500 عبارات باشد آب رو همین آهسته میتیاد و 3000 عبارات دیگر رو 1500 عبارات دیگر 3000 عبارات باشد اگر اینجا بسیار لرزه میبیاد اینجا و بسیار خراجات بسیار میشد شکست و ریختش بسیار میشد. همدیران عزیز همین بود یک مصلحت من اویدی ساختن نساس ها در لب دریاها.
агар маъқул бошад як лайк монед, ягон суханои хуб нависед, чӣ саволе доред нависед. дар як моҳ мо аз ҳамин аввали мавсим бедаву ҷав об додем ва такпайвандҳои маро об додем 1500 об пул шуда. дар мавсими сахт овтии чанд пул? 3000 мешад. 3000 дар як моҳ пули барқ мебиёяд. ман ин ҳамдиёрони азиз 3000 қатӣ 20 гектара об метиҳем. 3000 сомонӣ дар як моҳ. дар паноҳи худо бошад, худо нигаҳбони шумо бошад.